نزدن یاران بارسلونا در نیمه اول. دروازه خالی، موقعیت عالی و توی دروازه میاره به سمت راست. نانی سان میکنه روی دروازه، تو منحرف میشه، فرصت و توی دروازه یه سوپر گل از وین رونی. با تجربه من 32 سال دیگه فرصت مثل آب خوردن گل میزنه و این بار نه. در آنفیلد پنالتی رو خراب میکنه استیون جرارد. مال گل 4م هست. این ضربه و توی دروازه چقدر زیبا و موزی شکل ضربش رو میزنه. بیدار رو ببینید خودش رو به چه شکلی در آورده. جوانان ما ببینن ادب از که آموختی از بیادبان. مستقیم میزنه و گل. کجا زد؟ چه گلی زد؟ نظیف‌کار. و گری به بازی میاد. یار شماره 22 لستر دمارای گری. آفساید نیست. جعفرپور یه گل نه گل نمیشه تو. ایوان لوپز یار شماره 2 دفاع راست. 2 تا دفاع راست دارن، هر دو لوپز هست. کجا میری برادر؟ بیست. با تجربه و 32 سال هست. البته یه فرصت و واقعا دیگه اینجا شانس یار ویمبلدون نه. شوت نزدن یاران بارسلونا در نیمه اول. دروازه خالی، موقعیت عالی و توی دروازه رئال مادرید و تو میگه توی دروازه قرار میگیره. گرت بیل با بهره‌گیری از چاشنی شانس حساب می‌کنه 1-0 می‌کنه به نفع رئال مادرید. با هم نگاه کارت عبور کرده در دروازه قرار گرفت. 1-0 به نفع رئال مادرید. کماکان شهرزاد زیدان سالمه. توپ بعدی برگشت داده میشه موقعیت به بازیکن رئال مادرید و توپی که با دست زد شانس بود که آفساید بود. بیدار رو ببینید خودش رو به چه شکلی در آورده. جوانان ما ببینن ادب از که آموختی از بیادبان. لغمه رو جوید و در دهان رابیوت گذاشت و او هم خوب جوید این لغمه رو. نگاه کنید خوبه. حالا قبل از اینکه در فکر موفقیت بایر باشه، در واقع در اندیشه رفتن به منچستر سیتی و گرفتن سالی 22 میلیون یورو یعنی 110 میلیارد تومان از خلدون المبارک مالک اماراتی منچستر. صحبت نکن تو بازی. یه فرصت درون محوطه 6 قدم یه لحظه تو روی خط و بارسلونا 2-0 جلو میفته. نیمار دا سیلوا ملاحظه میکنی 9مین گل اوست.